بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین. کلام در تعریف منافق و ویژگی ها و خصوصیات منافق بود که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم هم در اوایل سوره مبارکه بقره و هم در موارد دیگر و در سوره منافقون و در سوره توبه متعرض این مطلب شده و ما گفتیم هر جا رسیدیم اونجا اون مطلبی را که لازم است توضیح میدهیم. الان ما در اوایل آیات سوره مبارکه بقره هستیم و یکی دو ویژگی از منافقان رو خواندیم و متوجه شدیم و منافق را هم شناختیم از نظر تعریف نه از نظر مصداق. ببینید آقا، کل هم قرآن اینه که ما اینجا شناخت و فقط شناخت مفهومی نباشه. ما بگیم آقا منافق یعنی فلان شخص، نه نام نبریم، یک شخص کلی، یک شخصی که دارای دو چهره هست. و از کجا بفهمیم که کی دو چهره هست و کی دارای یک چهره؟ یا منافق کسی که دل و زبانش با هم یکی نباشه، در زبان یک جور و در دل جور دیگر باشه. خب این یک مسئله کلیه، اما کی این چنین هست او از کجا بفهمیم؟ در پیشانی کسی نوشته نشده که هذا الرجل یا هذه المرأه اهل تقواست و در پیشانی کسی دیگری نوشته شده باشه که اهل نفاق است. مثلا در پیشانی یکی نوشته شده باشه که کافر است و در دیگری نوشته شده باشه که مسلمان است. اگر اونجوری بود که خیلی کار راحت بود. توجه کردید یا نه؟ مثلا در قیامت، حالا بعضی ها بعد از حشر بین مردم شناخته می شوند. مثلا ما روایاتی داریم که بعضی ها در روز قیامت به مجردی که وارد صحرای محشر می شوند در پیشانی اونا مکتوب است. حالا یعنی یک علامتی است که همه مردم میفهمن این آدم چیکاره بوده. مثلا کسی که مؤمنی را عمدن کشته باشد یا حتی کسی را بدون دلیل و جهت کشته باشد، به ناحق کشته باشد. ما در روایات داریم که جاء یوم القیامه مکتوب بین عینی، این آدم روز قیامت محشور میشه در حالی که بین دو تا چشمش، یعنی وسط پیشانی، اینجا نوشته شده که آیس من رحمت الله، این آدمی که شما میبینید از رحمت خدا ناامیده. وقت اگر در قیامت دیدید یک کسی در پیشانیش نوشته شد آیس من رحمت الله، متوجه میشید که این آدم قاتل نفس محترمه بوده. در توجه کردید یا ممکنه که در کتابی که در دستش داده میشه عرض شود که چنانچه در رابطه با محبان اهل بیت علیهم السلام داریم که اول صحیفه المؤمن، یعنی وقتی اون کتاب را دست انسان میدهن، اگر انسان از شیعیان اهل بیت باشه، اول صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. در اول کتابش نوشته شده که این آدم محب علی علیه السلام، شیعه علی علیه السلام، پیرو اهل بیت علیهم السلام. خب اون جهان چون غیر از این جهانه. ببینید هر امری را که شما نگاه میکنید ظاهری دارد و باطنی. الان ما و شما خود ما ظاهری داریم و باطنی. نه باطن مراد از باطن اون دل و روده و معده و هرچی در معده است نیست. ظاهر یعنی همینی که مردم ما و شما رو میبینن. الان خیلی ممکنه بگن فلان آقا خیلی آدم خوش اخلاق، خیلی آدم متدین، مومن، اهل نماز، اهل مسجد، اما باطنی داشته باشه از شیطان، بگو آقا بدتر. یا مثلا
یکی رو بینی این آدم چقدر مظلومه، همه دارن به آدم ستم میکنن، ظلم میکنن، دلت برش بسوزه، ولی باطنش از شمر بدتر باشه، ظالمتر باشه. ما اون چی که میبینیم ظاهره. خب همونطور که ما ظاهر و باطن داریم، این دنیا، همین جهان هستی، کلن جهان هستی هم ظاهر و باطن داره. ظاهرش همین دنیاست، باطنش آخرته. دقت کردید یاد؟ و لذا قرآن کریم چی میفرماید؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. یک عده مردم فقط، یعنی یا همه مردم، همین ظاهر حیات دنیا رو میبینن، همین زرق و برق و زخارف و نمیدونم کوکگی ها و لاف زدن ها و حمله ها و هجمه ها و چپاول کردن ها و فیشن ها و درشن ها و خوردن ها و بردن ها. و هم عن الاخرت هم غافلون. او باطن را نمیبینن. اگر کسی باطن را ببینه یقینا به این ظاهر دلبسته نخواهد شد. کی به این ظاهر دلبسته میشه؟ کسی که اون باطن را نمیبینه. ببینید در رابطه با اصحاب ابی عبدالله علیه السلام داریم که وقتی اونایی که باید میماندن ماندن. حالا یک روز هم در جلسه بعد از نمازها عرض کردم که از محمد ابن حنفیه و از عبدالله ابن عباس، از هر دوتا نقل شده، یعنی هم مرحوم ابن شهراشوب مازندرانی در مناقب اهل البیت و هم مرحوم محدث بهرانی در مدینه المعاجز در فصلی که در رابطه با امام حسین علیه السلام مطرح میکنه، اینو گفته که وقتی به محمد ابن حنفیه یا به عبدالله ابن عباس گفتن چرا کربلا نرفتید، گفتن اونایی که باید کربلا می بودن و شهید می شدن از قبل معین شده بودن، اسامیشان ثبت بود، نوشته شده بود و ما جز اونا نبودیم. حالا اینا قبلا فهمیدن یا بعدن فهمیدن و بحث دیگریه. یک وقت ممکن اینا بعدن فهمیدن، بعد از آنی که کربلا گذشت و اینا میگفتن کاش ما میتونستیم بریم، شاید امام سجاد به اینا گفته که شما نه دیگه، شما مقدر نبود برید، چون اینا مشخصا نوشته شده بوده. اون روایت اینو توضیح نداده که اینا قبل از آنی که آقا به طرف کربلا حرکت کنه میدانستن اسامی شهدا رو، یا بعد از آنی که شهدا رفتند و با امام حسین به شهادت رسیدن بعد اینا افسوس میخوردن. امام سجاد به اینا گفته زیاد افسوس نخورید، شما جز اونا نبودید از اول. دقت که الهی حال حالا اون رو بگذاریم. بعد از آنی که اونایی که ماندن خالصانه و دیگه امام دید اینا یقینا همونطوری که میگن هستن که ما 70 بار کشته شویم چه شویم دست از شما بر نمیداریم، میگه آقا سلام الله علیه گفت حالا که شما ماندنی شدید و مرگ را به جان خریدید. چرا؟ برای که شب عاشورا تمام کسانی که اونجا بودن میفهمیدن که فردا کشته میشن. این با یک حساب سرانگشتی دیگه، حالا اون علم غیب هم کار نداره. شما 20 نفر 50 نفر 100 نفر در بین 2000 نفر باشید و هر نوع اسلحه‌ای که شما دارید اونا هم داشته باشن، اونا داره شما هم داشته باشید، یقین میکنید که اگر ما با اینا بجنگیم کشته میشیم. این ربطی به علم غیب نداره. دقت کردید یا نه؟ اونا هم شب عاشورا فهمیدن که کشته میشن، ولی که اونا 72 نفر اون طرف، حداقل 6000 نفر، حد وسط 30000 نفر، حد اکثر 100000 نفر. حالا ما 100000 نفرشو قبول نکنیم، خب 30000 نفر رو بیشتر نوشتن. خب 72 نفر در برابر حالا شما بگید 6000 یا 10000 نفر چیکار میتونه بکنه؟ و این 72 نفر هر کدامش 1 ساعت 1 ساعت و نیم میتونه جنگ بکنه. در 1 ساعت 1 ساعت و نیم مثلا 10 15 نفر 20 نفر رو بکشه و خسته میشه دیگه. اونم نزننش از اسب میفته، اونم تشنه، اونم هوا گرم. بدن انسان انرژی لازم داره، نرسه که نمیتونه ادامه بده. اونا که بنا شد بمانن و امام میفهمید که اینا میمانن، وقت فرمود به جایگاهتان رو ببینید. اونا جایگاهشون رو دیدن بعد از آنی که ماندن و نه قبل از آنی که هنوز معلوم نبود که کی میمانه کی میره. بعد از آن که امام متوجه شد که اینا 100% ماندنی هستن، یعنی اونایی که اسمشون درد شده بود، حالا به تعبیر دیگر
فرمود حالا که شما میخواید فداکاری کنید پس باید قبل از رفتن جایگاهتان را هم ببینید. اونا دیدن جایگاهشون رو، به حد شوق پیدا کردن که میگن موقع جنگیدن احساس درد نمیکردن. اینه به اونا شمشیر میخورد، نیزه میخورد، تیر میخورد، احساس درد نمیکردن. چرا احساس درد نمیکردن؟ این به اون معنا نیست که اونا جسمشان نمیدونم سنگ شده بود، نه. گاهی اوقات انسان احساس درد میکنه اما به نظرش نمیآید. مثلا فرض کنید شما وقتی میرید خدای نکرده مریض میشوید، دکتر میخواد به شما آمپول بزنه، به اصطلاح ما شما پیچکاری بکنه، اون ور پیچکاری رو فکر میکنید، نفعش را، سلامتی که به دست میآورید، اون درد رو احساس نمیکنید. دقت کردید یا نه؟ حتی افرادی هستن که خیلی از همین جراحی‌های پیش پا افتاده رو بدون بهیسی میگن انجام بده، بدون بهیسی، برای که زیاد اون طرف قضیه رو فکر میکنه. یا مثلا یک کسی زخم شد دستش میره بخیه میزنه، کوک میزنه، او دکتر میذاره بهیس هم نمیکنه، در حالی که بهیس نمیکنه او سوزن مخصوص جراحی رو رد میکنه. نه که اون طرف درد براش معلوم نباشه، نه، اما اون درد براش اون قدر مهم نیست که دنبالشو بگیره، برای که بعدش آرامشه، بعدش خوب شدنه. ولذا ای که میگن اونا در کربلا احساس درد نمیکردن چون شوق اون طرف خیلی زیاد بود، برای که جایگاه رو دیده بودن، آقا برشون شب عاشورا نشان داده بود. دقت کردید یا نه؟ اون طرف را دیدن، باطن قضیه براشون روشن شد، دست از ظاهر برداشتن. این ظاهر چی؟ حالا دو تا شمشیر، دو تا کار، دو تا خنجر، دو تا نیزه، بعد قضیه چی میشه؟ قضیه تمام میشه و میرسیم به اونجا که باید برسیم. حالا اگر باطن رو ما بدانیم، خب مسلما خیلی دنبال ظاهر نیستیم، اما بدبختانه چشم همه ما و شما به قول امروزی یا اصطلاح خاص برزخی نیست و خدا رو شکر که نیست. این چشم برزخی یا بصیرت برای همه نباید باشه و الا نظم جامعه به هم میریزه. اونو باید کسانی داشته باشن که ابراز نکنن، اظهار نکنن. و اون طرفی که میایه ولی به صورت غیر انسانی میبیندش، اما رفتارش رفتار انسانی باشه، مثل سابقه تغییری نکرده باشه. دقت کردید یا نه؟ حالا اگر ما و شما باشیم و اون چشم برزخی که میگن داشته باشیم، او این فلان یه بدبخت، ای ملعونه، ای چیکاره، چرا اینجوری شدی، آوری بنده خدا میره دیگه. توجه کردید یا نه دیگه؟ اگر داشتی باید چی باشی؟ باید ستار باشی، همونطوری که خدای تبارک و تعالی ستاره. باید ستار باشی اگر داشتی همچی چیزی. ولذا خیلی از بزرگان اصلا در عمر خود هزار نکردن که ما مردم ها رو همه رو به یکسان دیدیم یا با تغییر چهره دیدیم یا چنین یا چنان، به هیچ عنوان هزار نکردن. و اگر گاهی هم در جای اظهار کردن اون طرف رو مشخص نکردن که کی بوده و چی بوده. مثلا گفتن یک کسی آمد پیش من، خوب آدم است که روز 100 نفر پیشش میآید. یک کسی آمد پیش من، مثلا او رو به شکل الاغ دیدم، و کی بوده معلوم نیست، کی بوده معلوم نیست، که تا آبروی طرف حفظ بشه. او چشم برزخی اینو باطن رو میبینه، این حقیقت رو میبینه. دقت کردید یعنی که حالا خدا به بعضی از اوحدی من الناس بعد از انبیا و ائمه علیهم السلام عنایت میکنه. دقت کردید؟ به بعضی از مردم، یعنی شاید در هر 10,000 نفر یک نفر بتوانه خودشو به اون حدی برسانه که خدای تبارک و تعالی این خصوصیت رو به او عطا کنه که او از بعضی چیزها با خبر باشه. خب بعضی قضایا هم خود مردم نقل کردن از بعضی از علما. مثلا در زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمای میلانی قدس الله نفسه الزکیه نوشتن که 3 نفر از تهران آمده بودن مشهد مقدس برای زیارت و 3 شب در مشهد ماندن و اینا مقلدان اون مرحوم بودن، میخواستن مرجع تقلیدشان هم زیارت کنن. فردا برای اونها مثلا شب آخری که میخواستن فردای ساعت 4 و 3 و 4 با قطار حرکت کنن برن تهران، همون رو ساعت 8 صبح برای اینا وقت گرفته شد.
اینا برن آقا رو ملاقات کنن و زیارت کنن و دیگه بعد برن حرم و بعد از حرم هم برن طرف ایستادگاه قطار. یکی از اون 3 نفر خودش نقل کرده که میگم ما که رفتیم حرم نماز صبح خواندیم و برگشتیم آمدیم اتاق، خب دیدیم مثلا ساعت 4 صبح. گفتیم حالا 8 صبح با آقا وعده داریم، 4 ساعت تا 8 صبح مانده، خود 2-3 ساعت میخوابیم. گفت همه خوابیدیم و یک وقت بیدار شیم دیدیم 20 دقیقه به 8 مانده، وقتی نبود دیگه. گفت که خب در بین اون 4 نفری گفت من محتلم شده بودم، شیطان بازیش داده بود. گفتم که خب حرم که نمیخوام برم، مسجدم که نمیخوام برم، میخوام برم خانه آقای میلانی با ایشان دیدار کنم، بعد که از ایشان از دیدار ایشان خلاص میرم حمام غسل میکنم میرم حرم. میگه وقتی رفتیم وارد اون منزل شدیم و آقا رو ملاقات کردیم، آقا به شکل عادی با 4 ما برخورد کرد، هیچ خبری نیست. بعد از آنی که چای آورد و چای خوردیم و پذیرایی کرد و اینا، موقع خداحافظی گفت آقا یک برخوردی کرد که 3 نفر طوری وانمود کرد که 3 نفر اول برن، نه که به من بگن بمان، یعنی جوری مثلا با اون آدم خداحافظی کرد با اون آدم. خب من ماندم آخری. اون 3 نفر که پایین شدن به من فرمودن که اینجا فقه اهل بیت تحقیق میشه، روایات و آیات قرآن بررسی میشه، صلاح نیست آدم با این وضعیت بیایه. خدا حافظ. توجه کردید یا؟ خب اون گاهی اوقات خود طرف آمده نقل کرده که بله من اگه شالتی داشتم و آقا به من گفت که چنین قضیه و چنان، و الا خودش وقت ادعا نکرد. توجه کردید؟ نه علی حاله. پس ظاهر و باطن افراد گاهی اوقات یکیه. اونا کسانی هستن که مؤمنن، متقیه، همونی که در باطن هستن همون در ظاهر هم هستن. مثلا طرف دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، عرضم و زمر شما به مال کسی تعدی نمیکنه، به ناموس کسی نظر نداره، دستش به حرام نمیرسه، پایش به طرف حرام نمیره، چشمش به حرام نمیفته، گوشش حرام نمیشنوه، باطنش هم همینه، ظاهرش هم همینه. خدا از اینا به عنوان مؤمن یا متقی توصیف میکنه. یک عده مردم نه، باطنش و ظاهرش یکی نیست، باطنش خیلی بده، ظاهرش خیلی خوبه. خدا اسم رو میذاره منافق. یک عده مردم هم باز باطن و ظاهرشون یکیه، و این معنی که باطن و ظاهرش بده، مثل کافر. در باطن هم خدا رو قبول نداره، در ظاهرم. در باطن هم از شراب خوشش میاد، در ظاهرم. در باطن هم دنبال اعمال ناشایسته، در ظاهرم. در باطن هم از سود دادن و سود گرفتن بدش نمیاد، در ظاهرم. اینا میگن کافر یا میگن ملحد یا میگن اسم که شما میگذارید، اما اینا همه مفهومه. دقت کردید یا نه؟ و مفهوم یک امر کلی است. به هر فرد خارجی ما نمیتونیم 100% مگر اینکه مطمئن باشیم این مفهوم رو بزنیم به کلش، بگیم هذا الرجل منافق، هذا مؤمن، هذا کافر. نمیشه مگر اینکه بدانیم. الله مثلا فرض کنید شما دم در یک کلیسا ایستادید، میبینید ای گر و گر مردم داخل کلیسا میرن، خب میگید این همه کافره. برای که مسلمان کلیسا برای عبادت بگو آقا نمیره. خب وقتی هم در مسجد الحرام باشید یا در جماعت دم در یک مسجد گر میگید اینا همه مسلمانن، اما اینا همه مؤمنن و بحث جداست، همه مسلمان. اما یک عده اینا که میرن آیا واقعا مسلمان هستن در باطن؟ اصلا در پیشانیشون نوشته نیست. اینه که خدای تبارک و تعالی یک سری نشانه ها، یک سری علائم را ذکر میکنه که شما اگر خواستید کسی را بشناسید که منافق است یا نه، این علائم و این نشانه ها رو سراغش بروید، ببینید این نشانه ها رو دارد یا ندارد. مثلا یخادعون الله والذین آمنون، اینا با خدا و با مؤمنان خدعه میکنن، نیرنگ میکنن. ببینید اینا واقعا اهل خدعه و نیرنگ هستن؟ یک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار بالاخره خودشون نشان میده. یا فی قلوبهم مرض. بعضی دیدید که یگان آدم یگان کاره عجیب غریب اذیت و آزار، طرف بهش میگه مرض داری مگه؟ آقا مگه مریضی؟ میگه نه من مریض نیستم، نه قلبم درد بکنه، نه ششم، نه سرم، نه گوشم، نه چشمم.
نه آقا باز میگی مریضی. یعنی چی؟ یعنی روانت خرابه، ها، مرض روانی داری. دقت کردید یا نه؟ حالا مرض روحی، مرض روحی هم به اصطلاح بدتر از مرض روانیه، چون روانی رو میشه رفت پیش روانپزشک، اما روحی رو روانپزشک معالجه نمیکنه. روحی رو باید بری سراغ خدا و پیغمبر و قرآن و احادیث. دقت کردید یعنی اونجا باید معالجه بکنی. یکی از علائم منافق هم اینه که مرض داره، در هر کار غرض میگیره. ببینید روزه میخوانی، ای بابا این چی بود خوان؟ منبر میری بابا این گپا چیست که اینا میزنن؟ مسجد میسازن، آقا چرا مسجد ساختن؟ چرا پل نساختن؟ کتابخانه درست میکنن، ای با مردم از گرسنگی میبره، اینا کتابخانه درست میکنن. هر شب مدرسه علمی درست میکنی، ای بابا مردم نان ندارن، اینا مدرسه علمی درست میکنن. 40 میشه مردم کربلا میرن، بابا طرف پول نداره قرض میکنه برای کربلا، جبر ستمه، برو شکم زن بچه تسیر کن. ببین اینا مرضه. دیدید یا نه؟ حالا یک دفعه یک آدم در عمر خود یک انتقاد میکنه، بعد مینشانش برادر من اینه 1 2 3 4 قناعت میکنه. اما یک آدم کارش همینه، راست بری حرف میزنه، کج بری حرف میزنه، بنشینی حرف میزنه، بلندشی حرف میزنه، خوب بگی حرف میزنه، بد بگی حرف میزنه. بی معلوم یک مرضش هست، یک چیزش هست، ولی چون نمیتواند دانش کنترل بکنه. قرآن میگه یکی از صفات برجسته منافق فی قلوبهم مرض. ما از کجا بفهمیم فی قلوبهم مرض؟ به انتقاداشون نگاه کن. البته به اون معنا نیست که کس حق انتقاد نداره ها، اما انتقاد تا انتقاده. یک وقت انتقاد به شکل سوال مطرح میشه، میگه که آقا بله سلام علیکم، علیکم السلام. یک سوال همیشه من اذیت میکنه، چرا همین نمازها رو چرا مثلا ما به این تعداد رکعات بخونیم؟ مثلا به این شکل سواله ها. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدانستید برید بپرسید. از قدیم هم گفتن که آقا پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیبه. اما یک وقت نه، ظاهرش سواله اما باطنش ایجاد عرض کنم شکاف و شبهه و تردید در طرف مقابله. و الا کسی که مرض نداره میره پیش یک نفری که اهل تخصص از اون سوال میکنه. مثلا شما در یک مجلس نشستین، در یک خانه، همه دکاندارن یا اگر چند تا طلبه هم بین اون از طلبای مبتدی است یا متوسط است که هنوز به حد نرسه که بتونه پاسخگوی مشکلات باشه. بعد یک آدم رو میبینی شروع میکنه به حرف زدن. خب از اون کسانی است که فی قلوبهم مرض. سوال بیرو، خب از اهل تخصص سوال کن. مثل که یک آدم مرض داشته باشه، مریضی قلبی داشته باشه، بعد یک مجلسی که همه دکانداره، برادرام ما مریضی قلبی دارم، امیرهای خوب شدنش چیست؟ و یکی به آقا سنجد بخواه که نخود بخواه، که بگه نمیدونم ترشی بخواه، که بگه تندی بخواه. نشد، اگه نمردن فردایش میموره. و مسلما میگه میرم پیش دکتر قلب. دقت کردید یا نه؟ چرا در مسائل دین ما اینجوری هستیم؟ نه همه، یک عده. در امور دین هر جا که رسیدن نمیگن آقا این مجلس متخصص وجود داره نداره، این حرف من کسی رو گمراه میکنه یا گمراه نمیکنه، فوراً شروع میکنه به انتقاد کردن. فلانی گفت که مثلا هر کی زیارت کنه امام حسین رو، این ثواب هر قدمی که برمیدارد ثواب یک حج یک عمره داره. یعنی آقا یک نفر از کربلا، از نجف تا کربلا پیاده بره، از باب مثال این 10,000 قدم شود، هر قدم یک ثواب یک حج و عمره. خب یک ضرب 10,000 اوه قدر بابا حرفاچی این از پیش خودی رو آخوندا درست کردن، مثل که شبکه‌های مجازی می‌نویسن آقا این حدیث از حدیث‌های ساختگی است. آقا تو چقدر تخصص در شناخت حدیث داری؟ بعدش این چیزی نیست، این چیزی نیست. ما یک حدیث داریم که یک کسی از رسول خدا سوال کرد، وقتی رسول خدا قضای ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو گفت که حضرت اینطوری میشه اونطوری میشه، بعد شهید میشه، بعد در فلان جایی دفن میشه، خب چه میشود؟ زوار پیدا میکنه، مردم میرن. سوال کرد که فضیلت زوارش چیه؟ رسول الله فرمود در قدمی که برداره یک حج و یک عمره در نامه عملش نوشته میشه. گفت یک حج و یک عمره؟ فرمود 2 حج و 2 عمره.
باز از روی تعجب گفت 2 حج و 2 عمره. رسول الله فرمود 3 حج و 3 عمره. از تعجب گفت 3 حج و 3 عمره. فرمود 4 حج و 4 عمره. هی گفت تا رسید به 70 حج و 70 عمره. سکوت کرد دو طرف. وقتی برآمد یک دبیش گفتن دیگه چرا ادامه ندادی؟ گفت ترسیدم که بشه 700 حج و 700 عمره، بشه 7000 حج و 7000 عمره. البته نه حج و عمره واجبه، اون سر جای خودش، چون برای هر انسان در طول عمرش یک حج و یک عمره واجبه. هر آدمی که مستطیع میشه برایش یک حج و یک عمره واجبه. اونایی که حج تمتع میکنن هم حج انجام میدن هم عمره را. دقت کردید یا نه؟ این مردمی که از افغانستان ایران اینجا حج میرن وظیفه اینو حج تمتع. حج تمتع یعنی حجی که اول عمره رو انجام میدهی، بعد دوباره از محرمات احرام بیرون میشی، یعنی هر چی در احرام حرام شده بود اونا پس حلال میشه. دوباره روز عرفه از نو محرم میشی، میری برای انجام مراسم حج. اول عمره رو انجام میدهی، درست شد یا نه؟ بعدش دیگه از خود شهر مکه محرم میشی، میری برای انجام مراسم حج. اینو بهش میگن که حج تمتع. یعنی شما الان عمره رو انجام دیدی، واجب عمره از گردنت ساقط شد، بعدش هم حج رو انجام میدی، واجب حج هم از گردنت ساقط میشه. دقت کردید جان؟ بله، کسانی که حج افراد انجام میدن اونا ممکنه عمرهشون رو امسال انجام بدن، حجش سال آینده، اون مشکلی نداره، ولی باز یک حج یک عمره اون انجام شد، یا حج قران. ولی بعضی سوال میگن آقا ما که میریم حج، خب در توضیح المسائل نوشته که یک حج یک عمره واجبه، و ما حج رفتیم عمرهش مونده. نه آقا، می حجی که از رفتی، یعنی می حج مشتمل بر عمره و حج بوده، ولی لذا بهش میگن حج تمتع. دقت، تمتع یعنی از لذت بردن، یعنی بین عمره و حج یک فرصت برای لذت بردن داری. یعنی فرض کنید که قبل از آنی که از احرام عمره در بیایی، نمیدانم خندیدن، چی میگم، نگاه کردن برای آینه حرام بود، نمیدانم خراشیدن بدن حرام بود، قیچی کردن موی بدن حرام بود، اگر کسی با زنش یا شوهرش بود لذت بردن بینشان حرام بود، چی بود. به مجردی که رفتی سعی صفا و مروه را انجام دادی و خلاص شد، به مروه رسیدی، تقصیر کردی، یک مقدار از موی سرت یا ناخونت را گرفتی، از اون محرمات بیرون شدی. حالا طرف میتونه اون چیزی که برش حرام بود دوباره برش چی شود؟ حلال شود. ممکنه یک روز، ممکنه 2 روز، ممکنه 5 روز دوام پیدا کنه. بعد از او دوباره محرم میشی برای احرام حج. دقت کردید یا نه؟ پس هم عمره را انجام دادی، هم حج انجام دادی. پس یک عمره و یک حج واجب، اون جایش هیچی نمیگیره. اگر شما 10,000 بارم کربلا بروید و 10,000 بارم عمره تنهایی بروید در ماه رجب و اینا، و 10,000 بارم ختم قرآن کنید، و 10,000 بارم 10 میلیون انفاق در راه خدا کنید، و 10,000 تا پسر و دختر مجرد را به اصطلاح براشون مراسم عروسی برگزار کنید، و 10,000 چی، ولی حج عمره که به گردن شما واجب است انجام ندهید، هیچ. نگو که من زیارت امام حسین رفتم خلاص. نه، الان بعضیا جدیدن تو فکر میکنن که ما می عمره مستحبره که رفتیم دیگه حج از گردن ما ساقط شد. بعضیا مثلا دیدید که ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، قبل از در ماه غیر حج، در غیر عید قربان میرن عمره دیگه ها. بعدشان هم که میآین خودشان حاجی هم میگن، ولی حاجی نشدن. ما همین ماه رجب قبلی که مکه معظمه مشرف بودیم و اونا، من گفتم که اونایی که حج واجب را انجام ندادن خاطرشان جمع باشه، این جای حج واجب را نمیگیره. بعضی دیدم یک کمی گرفته شدن، جگرخون شدن، ای بابا ما اینقدر خرج کردیم، 13-14 دلار رفت آمد ما سواد دیگر، آخرم جای حج واجب نگرفت. نه، نمیگیره. هر چیز از خود جای داره، هر نقطه مکانی داره، اینو باید رعایت بشه. خب پس چون ما ظواهر رو میبینیم، بواطن برای ما معلوم نمیشه، لذا خدای تبارک و تعالی نشانه‌ها رو بیان کرد. حالا یک نشانهایی که امروز میخوایم باز از قرآن بخوانیم اینه که قرآن کریم خدای تبارک و تعالی میفرماید که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یک عده کارشان افساده. افساد یعنی خراب کردن. دقت میکنید یا نه؟
تا خراب کردن داریم تا خراب کردن. یک وقت کسی دیوار خراب میکنه، خب پس میخواد آبادش کنه، یک بحثه. یک وقت کسی میخواد خانه خود خراب کنه، یک بحثه. یک وقت کسی میخواد عقیده مردم را خراب کنه. توجه کردید یا نه؟ خراب کردن عقاید دیگران رو سست ایمان کردن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، و اونایی که منافقن، خب یک آدمای واقعی بین کنار شناختن. من برادرها، عزیزان من، همین حرفا رو نزنید. همین جوانها رو چرا شما دل سرد میکنید؟ ها؟ چرا شما نمیذارید اینا مثلا متدین و متقی بار بیاید؟ چرا فساد میکنید؟ یا چرا اینا رو تشویق میکنید به یک امور پیش پا افتاده؟ جدا کردن مردم از هم دیگر، اختلاف ایجاد کردن بین مردم، نفاق انداختن، قبیله و قوم و منطقه و زبان درست کردن. چرا این کار رو میکنید؟ ها؟ یک اینجوری هستن دیگه. الان شما همه رو نمی‌دونید، این کسایی که ما شما الان میشناسید، بعضی چهره‌ها رو ما شما میشناسید. شما در شبکه‌های مجازی نگاه کنید، بعضی چهره‌ها فقط و فقط هم و غمشان کوبیدن بقیه اقوام. برای چی کار میکنن؟ یک جور حرف میزنن که جوانها تحریک شوند. چون جوان همونطور که خودش جوانه، احساساتش هم جوانه. اون همونطور که خودش داغه، احساساتش هم داغه. اون همونطور که خودش زود زیر تاثیر قرار میگیره، احساساتش هم زود زیر تاثیر قرار میگیره. توجه کردید یا نه؟ لذا حضرت امیر علیه السلام میگه که آدمای با تجربه و مسن نظرشان برای من خیلی با ارزش‌تر از جوانه. برای که آدمای با تجربه و مسن نظری که میتونن چهار طرف قضیه را فکر میکنه، ولی جوان همون دقیقه را میبینه. شما الان مثلا عرض کنم زمان برای شما یک جای مثلا خدای نکرده، صد خدای نکرده، بین خانواده شما یک خانواده دیگر نزاع باشه، یک خانواده دیگر نزاع باشه. مثلا این برادر به او برادر سر میراث با هم دعوا کردن، بچهای برادرم طرفدار پدر خوده، بچهای برادرم طرفدار پدر خوده. پدرها چی میگن؟ پدرها میگن من در خانه ناراحتی میکنه، بی برادر من در برابر من تو گفت تو کرد. بچه چی میگن؟ بابا تو اجازه بده که ما بریم یک دفعه نمیدونم کلش در زمین بزنم. ما باید پدر بچه میشه آرام باش، سرسان نکو این کارا. ببین جوان، حالا یک عده مثلا الان در شبکه‌های مجازی چی جور بحث میکنن؟ مثلا میخوان شما رو با آخوندا بد بسازن. این آخوندا تاجران دینن، از پیش خود حدیث درست میکنن، مردم را غارت میکنن، چنین میکنن، چپاول میکنن. آقا اگر این چنین است، خب تو بیا برای من یک عرض کنم که در بین 10,000 مثلا ملا 1,000 ملای سرمایه‌دار نشان میده. حالا یک نفر دو نفر شاید اون یک نفر دو نفر سه نفر هم اگر شما برگردی به گذشتش، یا قبل از ملا شدن کاسب بوده یا الان هم کاسبه، یا از پدرش یک چیزی برش مانده، میراث مانده، کلان از اون میراث استفاده میکنه. اما عموما دستشان یا به دهنشان میرسه یا تا به دهنشان درست نمیرسه. خب اینا چی تجارت کردن؟ چی گیریشان آمد؟ الان یک کسی آمد ثواب گیریه بر امام حسین را گفت، جیبش مردم پر از پیسه میکنه. یک کسی آمد مردم از جهنم ترسان، مردم برای هر روز گوسفند و مرغ میبرن. حالا یک محرم و دیگه محرم مثلا یک 4 تا مومن در یک جای یک مجلس میگیرن، یک ملای رو دعوت میکنن که آقا 10 شب یا 12 شب یا برای ما بخوان، بعد یک چیز کم و بیشی حالا به اون ملا میدن. این معنا نداره که ما عجب کلش ملا خود. این برای اینکه اونم بالاخره شکم دارد، خانه دارد، زندگی دارد، نفس دارد، باید زندگیش یک جوری پیش ببره. اما ببینید این همه حرفه. الان یک کسی آمده گفته بود که نه شما از ملا دعوت نکنین، ملا هم پیش شما نیایه، کارهای شما درست میشه. شما مردم ملا پیسه میتین که همتون شده. خب آقا پیش دکتر که میری چون در دکتر پیسه میتی، نه تی پیسه،
نه پیسه به دکتر. برای چی پیسه میدی به دکتر؟ مگه دکتر بیل میزنه؟ آقا میگه ملا چیکار میکنه؟ 4 تا حدیث سرم برخونده. خب دکتر چیکار کرد؟ والا که خود اینجا میگذاره سر قلب، سر شش، سر سینه برای 2 دقیقه. بعدم نوشته میکنه بفرما برو. تمام شد. همش 5 دقیقه نمیشه خیلی از دکترها. حالا خیلی بود 10 دقیقه. در 10 دقیقه از شما 200 افغانی، 300 افغانی و 500 افغانی اگر متخصص باشه میگیره. اگر شما رو برای آزمایشات اینا روان نکنه. تازه به اون دواخانه که شما روان میکنه به خاطر این نسخه 100 رو به 150 رو هم دواخانه میگیره. خب میگه آقا این ملا چیکار کرد؟ و چیکار کنه؟ میخوای بیل بزنه اون موقع؟ آمد بر تو 1 ساعت سخنرانی کرد، حدیث گفت، اخبار گفت، مسائل گفت، تو رو آشنا با دین ساخت. مشکلات روحی روانی تو حل کرد، دعوای خانوادگی داشتی حل کرد. اینا کار نیست؟ اونا کاره ولی اینا کار نیست. اونا تاجر نیستن، اینا تاجرن. ببینید جوان دیگه دنبال حرفای که الان من میگم نمیگرده. همینا رو میشنوه، همینا رو که شنفت احساساتی میشه، با ملا بد میشه. مسجد، آقا این مسجد چند خرج شده؟ بله. یک حساب سرانگوشی میگم آقا به حساب پیسه افغانستان 100 لک افغانی خرج شده، 200 لک افغانی خرج شده. خب یک جای جوان هست اگر همین 200 لک در این مسجد خرج نمیکردن، برای هر کدام از شما جوان ها نمیدونم نفر 2 لک میدن که گله میدادید، 3 لک میدن گله وال زن گرفته بودید، این خوب بود به این مسجد ساخته شد. جوان هم چه میگه؟ حالا چه خوب گپی زد. بعد میره گپ جای دیگه میگه، او با جای دیگه میگه، جای دیگه میگه. هیچ فکر نمیکنه که آقا وقتی به فاکولته میرسی چوری گپ نمیزنی؟ به پوانتون میرسی چوری گپ نمیزنی؟ به مکتب میرسی چوری گپ نمیزنی؟ آقا این مکتب ناقیج ساختن، عوضش پیسه مکتب در مجردا میدادن، برای بی سرمایه ها میدادن، برای فقرا میدادن. این شفاخانه رو چرا ساختن؟ آقا این شفاخانه وزیر اکبر خان چند خرج شده؟ چند خرج داره در روز؟ یا شفاخانه شخصی چرا این کار کردن؟ همین پیسهش میدادن در، عرض کنم برای شما، در همین فقرا، در مساکین که همینها اینا باز میکردن و بعدش عرض برای شما اینا میگرفتن میدادن به فقرا. عوضی که درست بکنن پولش به فقرا میدادن. برای چی درست کردن؟ کسی گفته حرفه؟ میزنی حرفه؟ الان اگر یک شفاخانه درست کنن به سویه آلمان در افغانستان، در کابل، یک شفاخانه درست کنن به سویه شفاخانه‌های آلمان، نظر تجهیزات، امکانات، هر کسیش والله خدا خیرشون بده. چه خوب یک کار خوبی کردن، مخصوصا اگر که بگن ما آقای شفاخانه مجانی هم سرویس میده. چه یک کار خوبی کردن. ببین این خدا، این دنیا و آخرت. بعد یک 4 نفر آمدن یک مسجد درست کردن، هر کس تیر شد نمیگه خدا پدرشون پدر چه کرده اینا الا بیلا. حال 10 تا من یک دانه از اون طرف بود، 3 تا دیگه اون طرف بود، 5 تا دیگه در 5 کیلومتری بود. این چه اضافه اینجا درست کردن؟ و با شفاخانه رو چه نمیگه اضافه دادن؟ علی آباد، ابن سینا، نمیدونم میوند، فلان بهمان. ولی این شفاخانه نه برای چی بود؟ این چرا؟ این میگه خدا خیرشون بده، اونجا میگه خدا نیامرزدشون. برای که درک نمیکنن حقایق را. او یک نفرم که حرف میزنه کوشش میکنه احساسات رو چیکار بکنه؟ تحریک بکنه. و یا مو افساده. اذا قیل لهم لا تفسدوا، وقتی به اونا گفته میشه که آقا فساد نکنید، عقاید مردم را خراب نکنید، مردم را از دین دور نسازید، محبت و صمیمیت از مردم نگیرید، اجازه بدید مردم برادروار در کنار هم زندگی کنند. این ما قوم و قوم بازی و حزب بازی و منطقه بازی و زبانگرایی نکنید، بگذارید مردم راحت آسوده در کنار هم زندگی کنند. چی بگن؟ آقا اشتباه نکن، انما نحن مصلحون، ما اهل فساد نیستیم، ما میخوایم مردم را اصلاح کنیم، مردم را آگاه بسازیم. آخر این آگاهیه. بعد قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید که الا انهم هم المفسدون. اگر یک آدم اینجوری دیدید بدانید که اونا واقعا مفسدن
اما ولکن لا یشعرون، خودشان هم نمیفهمن. چطور خودشان نمیفهمن؟ خب بیزو نه، بعضی آدما از اول شروع میکنن به فساد کردن، بعد به این میگه آقا ما مسلم، بعد یک جایی بشه که باورش میشه که من دیگه مسلم هستم، باورش میشه که من دیگه چی هستم. مثلا اول میخواسته یک حزب درست کنه که از حزب دیگه خودش جدا کنه، اول و حزب بعد میگه خدا خوب میگه بالاخره به این باور میشه که واقعا من خوب هستم، واقعا میگه من خوب هستم. یعنی به این باور. ببینید قرآن کریم چی میگه در جای دیگر، در سوره مبارکه فاطر آیه 8، افمن زین له سوء عمله، آیا میبینید کسانی را که کارهای بدشان برای اونا زینت داده شده، یعنی کارهای بد خود خوب ببینن، فرعاه حسنا، او کار بدش به نظرش چی میاد؟ به نظرش بگو آقا خوب میآید، به نظر کار زشته ولی به نظرش خوب میآید. مثلا قمارباز اوایل بدش از قمار زدن، ولی کم کم میگه همه زندگیم قماره، همه زندگیش واقعا همه زندگیش میشه قمار. حتی بعضی زن خود در قمار باختن، آمدن سر زن خود شب زدن. این همه بی‌غیرتی و بی‌ننگی از کجا شده؟ به خاطر که قمار را بهترین عمل برای خودشان دیدن. اول نمیاد ولی چون عادت شد. منافقم از اول به قصد فساد میآید، بعد به این میگه آقا من مسلم هستم، برای که مردم گمان شک نکنن، به او میگه آخر الامر به باور خودش میشه که دیگه مسلم هست، دیگه فکر میکنه کارهای ما به جهت اصلاح هست. همینایی که الان مثلا میخوان مردم را از مسجد و ملا و دین و دیانت دور کنن، اول میفهمی کارشون بده، ولی حالا میگن والله چه خوب کارایی کردم، بعد از خود تعریف میگن اینجا و اونجا. والله امروز 10 نفر از یک مسجد دور کردم، امروز 10 نفر با عقیده خودم عقیده ساختم. امروز مثل کمونیستا که مثلا اگه 10 تا نفر کمونیست میکردن میرفتن در مرکز خود میگن والا 10 نفر ما دور کردیم از دینشان از عقیدهشون. حالا یک واقعا الان نمیگن ما کمونیستیم، ولی 100 پدر کمونیستن، 100 پدر مارکسیستن. شما الان ببینید طرف به خاطر قومگرایی خب با مثلا هزاره بده، این آدم از قوم دیگه است با هزاره بده، بعد برای که هزاره را بد بگوید 100 قسم گناه بهش میچسبونه، 100 قسم بد و بیرا بهش میچسبونه، 100 قسم عیب بهش درست میکنه. توجه کردید یا نه؟ اوایل میفهمه که من دروغ میگم، بعدا باورش میشه. وقتی گفت دیگه باورش میشه. یا او طرف با پشتون بده به همین شکل، او با تاجک بده، او با سید، یک عده با سادات بده، شروع میکنه به بدگویی. دیگه فکر نمیکنه که آقا با یک نفر بد بودن غیر از بد بودن با یک طایفه هست. برو یک نفر می هر چقدر فوش میدی فوش بده، یک گناه کردی، اگه او طرف بیگناه باشه تو یک گناه کردی. اما وقتی میگه هر چی سید است، خب پیغمبر هم سید بوده، امام حسین هم سید بوده، امیر مومنان هم سید بوده، الان امام زمان سید است. تو به کی داری دشنام میدی؟ به کی؟ یک وقت ما در قم بودیم، سالهای اخیری که بودیم، یک کسی آمد و از مؤمنین غیر سید بود، آمد خود رفیق ما بود، می آمد گاهی قم می آمد، آمد دیدن بنده و گفت که میرفتم جمکران، گفت یک نفر از امی چهار خیابان چهار مردان، وقت موتور جمکران است چهار مردان میره، گفت از اینجا که سوار شدیم در موتور که بریم جمکران، پریم نشست، گفت سید بعد گفت نه سید مشخصه مطلق سادات، گفت بعد گفتم من گوش میکردم، گفت تا رسیدیم نزدیک دروازه جمکران، گفت ما گفتم کجا میری؟ گفت میرم جمکران. بری چی؟ میرم اونجا زیارت میکنم آقای امام زمان. امام زمان کیست؟ حامس یا سید است؟ خب معلومه که سید. تو نرده تو از اونجا تا اینجا سید بعد گفتی. گفت همونجا افتاد به زمین توبه کرد، همونجا. والا من متوجه نبودم. آقا با سید مثلا سید محمد حسین ولد سید محمد حسن بدستی، برو دوش بزن لطش کو، اگه بیگناه بود تو گناه کرده، با گناه بود تو گناه کرده، اما نگو هرچی سیده. آقا با چمن علی ولد غلام علی بدستی، برو باش جنگ کو، اما نگو چیزی که از است بده. ولی که بد گفتن یک طایفه گناه کبیره است، چون کل یک طایفه بد نمیشه، در بین اون طایفه مؤمنین وجود داره. توجه کردید یا نه؟ بعضی از این مؤمنین هزاره
شاید مادرشون سعید بوده، شاید جدشون سعید بوده، کس چی میدانه؟ بعض از اینا شاید اولاد انصار باشن، اولاد مهاجر باشن، از مهاجرین انصاری که در خدمت رسول خدا بودن. بعضی هست که میگن ما به خواجه عبدالله انصاری میرسیم. نه این خواجه عبدالله انصاری که در هرات دفنه، ببخشید، به عبدالله انصار، به عبدالله انصاری که جز اصحاب رسول الله بودن. خب من دیدم یک کسی تخلصش انصاری بود، گفت ما به یک از انصار رسول الله میرسیم، نسبمون از مردم ازار هم بود ولی نسبش که از انصار میرسیم. حالا تو بگو کل نسل اینو، کل نسب اینو، الله اکبر. و تو چی میدانی که در نسبی چند تا مؤمن بوده، چند تا متقی بوده، چند تا پرهیزگار بوده، چند تا آدم با خدا بوده؟ اینا رو متوجه هستن نیستن؟ یا اقوام دیگر، حتی یک روایت ما داریم که هیچ عمل خوبی را کوچک حساب نکن، شاید رضای خدا در همون عمل خوب باشه، و هیچ عمل بدی را کوچک حساب نکن، شاید غضب خدا در همون عمل بد باشه، و هیچ انسانی را تحقیر نکن ولی او انسان نظر تو خیلی پایینه، حق تحقیر نداری. چرا؟ چون شاید او یکی از اولیاء الله باشه و تو نشناسی، ولی که اولیاء خدا بین مردم مخفیه. الان من چی میدونم بین ما و شما کی ولی خداست؟ نه به امامه و ریش و قیافه و آستین نه و کونه و والمقال مردم و دویدن مردم و دستبوسی و اینا نگاه نکنین. اینا او رو خدا میفهمه. ولی من و تو وظیفمون اینه که هر آدمی را که دیدیم، حتی اگر کافر باشه الان، حتی اگر الان کافر باشه، همون هم تحقیر نکنیم. برای چی؟ برای که شاید همین آدم 2 روز یک مسلمان واقعی شود و نستجیر بالله تو 2 روز یک کافر واقعی شد. دنیا اینه دیگه. الان حساب کنید رفتن از افغانستان مسیحی شدن، یهودی شدن، کمونیست شدن، بی خدا شدن، ملحد شدن، چقدر نفره؟ از دو طرف، از دو کفار مسیحی و یهودی که مسلمان شدن، پیرو اهل بیت شدن، چقدر نفره؟ پس یه جوری والله خوشا به عالمه که مثلا ای بد پدری کافرن ناله. نگو شاید همین کافر 2 روز دیگه چی شد؟ شد همون وهاب انصاری که در کربلا همون وهاب نصرانی که در کربلا چی شد؟ شیعه شد و تا پای جان در رکاب امام حسین جنگید و به شهادت رسید. اما اون طرف مسلمان مثل عبیدالله ابن حر جوفی، مثل کی صدای امام حسین شنیدن، امام حسین از یاری هم خواست، رها کردن و رفتن. اونا رفتن جهنم و نصرانی رفت کجا؟ رفت بهشت. ببینید. یا مثلا وقتی یزید با چوب لب دندان امام حسین میزد، اون نصرانی بلند شد ممانعت کرد، یزید گفت بکشینش. گفت یا حسین پیش جدت شهادت که من مسلمان شدم. همون موقع اشهد ان لا اله الا الله گفت، همون موقع هم شهید شد، همون موقع هم مستقیم رفت بهشت. اما یزید و داوروبری های یزید که لا اله الا الله میگفتن همه رفتن جهنم. ببینید. اینه که من یک وقتی گفتم که یک کسی گفت رفته بودم مشهد مقدس، گفت که دیدم که مرحوم آیت الله لازمای بهجت در حرمه. رفتم نزدیکش گفتم آقا، گفت بله. گفتم به نظر شما بهترین دعا الان اینجا چیه؟ گفت از امام رضا بخواه که از خدا بخواد عاقبتت ختم به خیر بشه. خیلی به دلم نچسبید. آقا ما موتر میخوایم، خانه میخوایم، مگه مجرد زن میخوایم، پول میخوایم؟ فردا گفت رفتم که دیدم یک مرجع تقلید دیگر، مثلا آیت الله لازمای وحید خراسانی، گفت رفتم نزدیکش گفتم آقا آدم چی از خدا بخواد در حرم امام رضا؟ گفت از خدا بخواد که عاقبت ختم به خیر کنه. عجب. روز سوم رفتم که مثلا یک مرجع تقلید دیگر، رفتم گفتم شاید یک چیزی بگویه. رفتم آقا سلام علیکم، اینجا چه دعای خوبه؟ گفت از خدا بخواد عاقبت ختم به خیر کنه. چرا؟ این همه تاکید چرا؟ برای که یک لحظه است، یک لحظه. در یک ثانیه آدم ممکن اهل جهنم شود یا در یک ثانیه ممکن اهل بهشت شود. در یک ثانیه است. ایمان انسانی که دعای عدیله ما داریم در مفاتیح، دعای عدیله مخصوصا مستحبه که کسی که در حال احتضار و جان دادنه بالای سرش خوانده شود. میگن شیطان موقع میخواد ایمان آدم را بدزده. خدا به حق پیغمبر و آل پیغمبر که ما و شما را از نفاق و منافق حفظ بفرماید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.